عبدالله در ادامه پیکارهای انتخاباتیش امروز به ولسوالی دی سبز رفت. دولت هستیم $50,000 ورکوي هر وکیل ته او موږ خو اخیسته ده نو پیسې پکار ده نو څه کوو ورسره خو نه زور نفرم معلومه ده د اعصاب هم آرام نه ده تا خدای نخواسته افغانستان زی بیا کن بالخاطر که خدای نخواسته دا سره غشی. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که رئیس اجرایی حکومت نیز است میگوید که رقیبش اشرف غنی در انتخابات از مرکز سوق اداری نیروهای امنیتی که مسئولیت مبارزه با هراس افغانی را دارند برای پیکارهای انتخاباتیش کار میگیرد. امروز از اون مرکز توحید ویدیو کانفرانس گرفته میشه، والی صاحبای محترم خوش خدمتی میکنن، ولسوال صاحبا را میخواین، باز ولسوال صاحبا مردم را میخواین، باز مردم را میگن جمع شوین بیاین که رئیس جمهور به شما گپ داره. در سراسر افغانستان این قصه در جریان است. اما سخنگوی رئیس جمهور در پیوند به گفته های عبدالله واکنش نشان میدهد. مرکز توحید یک دفتر مهم امنیتی برای سرقماندان اعلی است و تنها به منظور پیشبرد امور امنیتی استفاده میشه و هیچگاهی از این دفتر برای سایر امور استفاده نشده. این اتهامات و اظهارات آقای عبدالله کاملا بی اساس و دور از حقیقت است. آقای عبدالله اشرف غنی را متهم می سازد که با زور و تهدید می کشد پشتیبانی مردم و سرمایه گذاران را در انتخابات به دست آورد. یک تعداد از مجبوریت تن دادن به میگن که بیار اینجا کمپاین است، یا کمپاین یا پول برای کمپاین یا یکی بزنس تبسته میکنیم خودت به سارنوالی روان میکنیم. این مسائل دیگه قابل تحمل نیست برای مردم افغانستان. در همین حال امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی به ولسوالی نجراب آمده است. او از آوردن اصلاحات در حکومت آینده سخن میزند. آل خداوند به ما شما یک فرصت داده که انتقال قدرت توسط مردم با رأی مردم، با نظر مردم، با اراده مردم صورت میگیره. عبدالله وعده می سپارد که اگر برنده هم شود برای تامین صلح و ثبات در کشور از همه چیز میگذرد.